5 دقیقه نور از درس روزانه کبالا. هرچه بیشتر دریافت و هرچه کمتر بخشش به این صورت اگویسم رفتار میکند. به این صورت نیز فهم ما ترقی میکند. اگر انسان شامل تمام هیجانها نباشد، فهم او بی ارزش خواهد بود، چون پیشرفتی نمی کند. و همین دلیل نیز مردم دهکده ها را ترک می کنند، به شهرها رو می آورند و قدرت و مشیت والا ما را وادار می کنند که با هم دیگر آمیخته شویم، هم در تکنولوژی در سایر موارد پیشرفت کنیم. چرا؟ برای اینکه ما باید خود را برای پیشرفت در روحانیت آماده کنیم. غیر از این راه دیگری نیست. اینها همه به هم مرتبط هستند. برای رسیدن به روحانیت ما به منطق و احساس احتیاج داریم. ما باید از احساس حیوانی خارج شویم و با آزادی بیشتر بفهمیم که شامل چه هستیم و حقیقت چیست و تا چه حد ما به خودمان دروغ میگوییم یا به دیگران به ما دروغ میگویند. ما باید با عقل و شعور باشیم تا بتوانیم به روحانیت رجوع کنیم و همه را به هم ارتباط دهیم و احساس کنیم. و به این صورت ناگهان با احساسات و ارتباط همه با هم میبینیم که به بحران کلی و جهانی رسیده ایم و میبینیم که تمام حکمت هایی که تا کنون آموخته ایم بی ارزش بودند. یعنی چه رسیدن به بحران؟ میفهمیم که عقل ما میتواند بیشتر از آنچه که اکنون از آن متهیج میشود به ما عطا کند. این نشانه و احساس بحران است. خوب توجه کنید این موضوع را. ما حاضریم و می‌خواهیم که تحت تاثیر به تهیج موارد و امور بالاتری از آنچه که زندگی فعلی به ما می‌دهد باشیم. بنابراین احساس افسردگی و بحران ما را در بر می‌گیرد و دانش به چارچوب خانوادگی و آموزش و پرورش به اتمام می‌رسد. یعنی چه به اتمام می‌رسد؟ به این صورت احساس می‌کنیم که این پایین همه چیز است، چون با پیشرفت و ترقی منطق و احساساتمان به موقعیت رسیدیم که آنچه که در این سطح فعلی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد بسیار کم و بی ارزش هستند و دیگر به ما امکان پیشرفت نمی‌دهند، مثل آنکه در دهکده‌ای زندگی می‌کنیم و به این صورت دنیا را احساس می‌کنیم. چون ما همه با هم آمیخته شدیم و سیستم های گوناگونی ایجاد کرده ایم به شامل و تحت تاثیر آنها بودیم. صورت های مختلفی مانند سوسیالیسم و کمونیسم و دیکتاتوری و انواع صورت‌های زندگی و خانوادگی و دین و فلسفه داروین و غیره را بررسی کرده ایم. بشریت با تمام اینها در عاقبت می‌بیند که همه بیفایده بوده، ولی مغز ما آماده برای درک‌های والاتر است و اکنون در حال جستجوی آنهاست، ولی نیست و آنها را پیدا نمی‌کند. و این نشانه آن است که ما برای روحانیت آماده هستیم. ما احساس می‌کنیم که زندگی کنونی ما را دیگر سیرا و پر نمی‌کند، زیرا آنچه که در درون خاص دریافت ما احساس می‌شود یکیست، یا می‌تواند چیزی بگیرد یا نه. ما به موقعیت رسیدیم که می‌خواهیم از چیز دیگری در هیجان باشیم، یعنی از عطا کردن، از بخشش، و این دو صورت در مقابل همدیگر قرار بگیرند. در طول زمانی که فهرست درونی ما رشیمو فقط خواست دریافت بود، ما در این دنیا مانند حیوان دوپا رفتار می‌کردیم و همیشه در حال جستجو و حساب کردن موقعیتی بودیم که هرچه بیشتر دریافت کنیم و این تاریخ حیات ما بود. و به همین دلیل نیز حکمت کبالا مخفی و ناپدید بود. برای چه ما حکمت کبالا را لازم داریم؟ فقط به حکمت کبالا هنگامی احتیاج داریم که از یک طرف خواست دریافت و آنچه را که پر می‌کند و از طرف دیگر خواست بخشش و آنچه از آن پر می‌شود را در مقابل هم قرار بدهیم و آنچه بین این دو پیش می‌آید، یعنی خط میانه و رابطه بین این دو با هم، حکمت کبالا خوانده می‌شود.